که دستگیری کنی خواهرها را از برای الله. هر یکی تر من دوست می‌دارم از برای الله. یا جان تشکر. اپا جان خداوند هر یکی ما را چشم بینا داد، زبانی گویا داد، عقل رسا داد، حسن زیبا داد، دست پا داد. چرا که امروز ما ناشکری میکنیم؟ انسان‌های را که اپا پا ندارن، انسان‌های را که دست ندارن، انسان‌های را که عقل رسا ندارن، از خداوند متعال شکرانه میکنن. امروز خداوند ما را به همه هستش هست کرده، با زیبایی، با زبان شیرین، با عقل رسا. نیکی ما امروز ناشکری میکنیم، از خدای خود طلب نمیکنیم، با ناشکری میکنیم. چی نمیرسم اون اپا؟ من رفتم که جای کاری ما به جای کارم خدا بشکر جای کار همه چی 100%. اپا جان شکمک چیره خدا بشکر جاد گرمه ای ماشاءالله. چی وقت که علاوه دوزخ میکنی؟ نه علاوه دوزخ ده اینجا میدانید چیه؟ میدانید چیه؟ دوزختی اولش در پرمای چیه؟ چی میگه؟ چی گلایف میگفتن؟ چی میگفتن؟ یک روز در اومده من رفتن سکرت کمی سایدن بالا دوزختی اولش کجا بوده؟ دوزختی دیمش اینجا. اپا جان تو اینجا شیشتگی صحبت کردی سیکو، هم خطه گناهگار کردی، هم اونجا انسان‌های تماشا داشتن کو انا همه را همه بدان که آوازی زن سطره. وقتی که مردهای نامحرم ترا تماشا میکنن از چهره ایت حلاوت میبرن. اون مردهای چی میشون؟ دلشون بسته چی میشون؟ خجالت میشون. بعد چی میشون؟ انا همه چی میشون؟ حرام میشون. انا همه چیزا را خداوند محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرماید. زنهای میگه از امتم را من ندیدم، در آخر زمان میبینم. آخر زمان است اپا جان. انا همه اکثر زنهای ما چی میکنن؟ در راه های خطا و غلط است. در راه های چیه؟ ما باید امروز خداوند عقل داد حرام از حلال فرق کنیم. حرام از حلال ما باید فرق کنیم اپا جان. ما ای دوستان میگیم ای دشمنی مانه. وقتی که من اگر دشمن میشیدم ریشه میگرفتم میومدم قصد چی میکردم؟ سخنهای دنیوی میزدم، دیگر سخنها را میزدم. ما از طلب میگیم که ایمان هر یکی ما را مستحکم گرداند که از حرام کرده حال خداوند ما را امین دارد. امروز گمراه ها بسیار شده خواهر جان، امروز شیطان ها بسیار شده. ما نمیخوایم که تو لقمه شیطان شای، ما نمیخوایم امروز تو لقمه یک گمراه شای. یک برادر در سایدت میدره میپرسه نمبر تلفن تبریک میگه سایت ذکرتی که من چند روز میگم قطعیت خواهم صحبت کنم نمیتونم دباویتم نمیکنی. امروز وقت آمد به خاطر همون برادر که این همه خداوند برادر مرا در همین جمع بوده من قطعیت صحبت کرده استم. و همون خاطر خواهر جان از شما محترمانه خواهش میکنیم همچون فرزند مادر، چون فرزند یک ملت که اینجا داخل آلوده نکنین، خودتان از زن میگنم نکنین. اپا جان یک زجگال کرد بخواد در دست یک برالو بزن یک ملت کردن میتونی یک چند سکونده من برو چای جان میگم خیلی انا فکر کنه که ما کیرو یک سلای سکونه نداریم نه که در قیامت چی جواب میتیم؟ در قیامت ما چی جواب میتیم؟ انا برای انا پجان برای قیامت چیدن مهنت کردن در کار که ما در قیامت کنیم در جنت راحت کنیم. برای جنت ما باید پاک و پاکیزه باشیم، با نماز روزه باشیم، در راه راست باشیم. وقتی که ما این کار را نکردیم همه ما در چیم علاوه دوزخ میشیم. نگه یک خیلش میگه که گوری ما جدای گوری تو جدا، خطا میکنیم. هر یک ما در نزد الله یک جواب میتیم. هر یک ما پرسش هر یک ما اول از چی سر میشه؟ اول از نماز. روزی اول جانگداز بود میگه پرسشی اول از نماز بود. وقتی که ما این روز نماز نخونیم بشینیم اینجا دروغ بگیم برادرها در نزد خدا. ما چی دروغ میگیم؟ شرم نداریم در نزد خدا. هر یک ما رو میبینه و چشماش. برای همون چی باشین؟ در راه راست باشین. ای برادرها فقط دعوت کنین. هر یکی تو زبان داری، یکی برای سخن کردن شرم داری. سخن
کردن شرم داری آموخته چی همون سخنی بعدا دیگه میره همون سخنی بعدا نه با آموزین تعلیم با آموزین تعلیم بگیرین